نامزدم روز عروسیم بهم خیانت کرد. صبح روز عروسیم که از خواب بیدار شدم چند تا پیام از یه ناشناس داشتم. صبح روز عروسیم بود، دقیقاً همون روزی که باید خوشحال ترین آدم دنیا می بودم. همه چیز طبق برنامه پیش میرفت. آرایشگاهم رزرو بود، سالن آماده، خانواده‌مون هیجان زده. داشتم با لبخند گوشیمو چک می‌کردم که یه نوتیفیکیشن لعنتی همه چی رو زیر و رو کرد. همون لحظه فهمیدم امروز قرار نیست یه روز معمولی باشه. چند تا پیام از یه اکانت ناشناس. اول فکر کردم تبلیغه، بازش کردم. اولین جمله این بود: من واقعا معذرت میخوام، نمیدونستم نامزد داره. بعدش هم حدود 50 تا عکس و اسکرین شات پشت سر هم. دستام یخ کرد. ولی چیزی که تو عکس‌ها دیدم نفسمو برید. عکس‌ها رو یکی یکی باز کردم، دیدم درست همون آخر هفته‌ای که گفته بود با دوستاش رفته شمال با یه دختر غریبه بوده. نه یه عکس معمولی و ساده، وحشتناک صمیمی. چیزایی نوشته بود که حتی هیچ وقت به من نگفته بود. اون لحظه فهمیدم قرار کل زندگیم زیر و رو بشه. زیر عکس‌ها نوشته بود: تو فوق‌العاده‌ای، من تو رو بیشتر از هر کسی میخوام. من دختری که امروز قراره باشه ازدواج کنه اینا رو داشت میخوند. احساس میکردم قلبم از تو سینم کشیده میشه بیرون، ولی هنوز تصمیم نگرفته بودم. دوست صمیمیم که ساقدوش هم بود و صدا کردم. وقتی ماجرا رو براش گفتم رنگش پرید. گفت: میخوای مراسمو لغو کنیم، از اینجا بزنیم بیرون؟ ولی من یه نقشه داشتم. تازه شروعش بود. بهش گفتم: لباس عروسمو بده، مراسم لغو نمیشه، من میرم، ولی این بازی رو من میبرم.